3 تا قانون برعکس تو دنیا هست که من بعد از 11 سال خودشناسی و کلی پس کلگی خوردن از دنیا یه بخش کوچیکیشو یاد گرفتم. 1. میخوای بدونی تو این دنیا کدوم مسیر مال توئه و بعد چی کار بکنی؟ ببین از کجا میترسی. از هر جایی که ترسیدی بدون دقیقاً وظیفت همونجاست. 2. خیلی‌ها تو این زندگی ترکت میکنن و خیلی چیزها رو از دست میدی. چرا؟ سیستم باهات مشکل داره؟ نه. این اتفاق اینقدر میفته تا یاد بگیری به هیچ چیزی و هیچ کسی در این دنیا جز خدا دل نبندیم. اینو خیلیامون خیلی دیر میفهمیم و تا وقتی نفهمیم از دست دادنهای بیشتری رو تجربه میکنیم. قانون 3. همه چیز توی این دنیا مثل ماهی تو مشتت. اگه ماهی رو تو دستت فشار بدی از دستت لیز میخوره، اما اگه دستتو باز کنی ماهی مال توه. هر چیزی رو که تو این دنیا رهاش کنی تازه مال تو میشه. همسرت نچسب، ولش کن، میبینی سمتت میاد. به